این شهر به عنوان دیوانه ترین شهر در دنیای معماری شناخته میشه. شهری که نقطه نقطه‌اش با دقت زیادی چیده شده، با خیابان‌های منظم و ساختمان‌های تمیز و یک دست. اینجا بارسلونا، پایتخت معماری اروپا. کل بارسلونا به بیش از 500 بخش کوچک تقسیم شده که هر کدومش امکانات مخصوص به خودش رو داره و هر شهروند حق مساوی برای استفاده از امکانات عمومی رو داره. این طرح شهری که هنوز هم امروز خیلی پیشرفته به نظر میاد، بیش از 200 سال پیش طراحی شده. این مکان با مساحت تنها 101 کیلومتر مربع 9 مکان میراثی جهانی داره، از جمله کلیسای عظیم ساگرادا فامیلیا که ساختش بیش از 140 ساله که شروع شده و هنوزم تموم نشده. این بزرگترین ساختمان ناتمام در دنیاست و به تنهایی صنعت گردشگری بارسلونا رو پشتیبانی میکنه. وقتی ساختمان غول‌پیکر 170 متری روبروی شما ظاهر میشه، از بزرگی و تعهد معمارش شگفت‌زده میشید. علاوه بر ساختمان‌های رنگی و دیوانه‌وار، تعداد زیادی آثار باستانی قرون وسطا هم اینجا حفظ شده، طوری که وقتی در این شهر قدم میزنی انگار وارد قرون وسطا میشی، با محله‌های تاریخی و کلیسایی از سبک‌های مختلف در همه جا. چنین شهری شما رو شگفت‌زده نمی‌کنه؟ اگه صفحه ما وایبریکس رو فالو نمی‌کنی، احتمالاً دیگه همدیگه رو نمی‌بینی. اما اگه فالو می‌کنی، بهت تبریک میگم، چون هر روز داری چیزای جدید یاد می‌گیری.